این مستحضرید که زمان و مکان را اون متضمن و متمکن سعد و نحس می کند، وگرنه زمان مقدار حرکت است، نه سعد است نه نحس. روزی که برای کفار نحس بود فی ایام نحسات، همون ایام برای پیغمبر و مؤمنان ایام سعدات بود. یه بیان نورانی تو نهج البلاغه وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه هست. کسی به حضرت عرض کرد شما امروز نرید برابر سعد و نحس، امروز اگر کسی بره میدان جنگ کشته میشه، شکست میخوره. خب منم امروز دارم برم جنگ، رقیب منم امروز داره میاد جنگ. خب اگر روز نحس است او هم باید شکست بخورد. چطور برای او نحس نیست، برای من نحس است؟ روز که نمیتونه نحس باشه. یه بیان نورانی در تحف العقول امام هادی سلام الله علیه ظاهرا، اونجا حضرت فرمود به که شما گناهان خودتون رو زمان میذارید. روز چه گناهی کرده که شده نحس یا روز سعد؟ شما جرمی که دارید در فلان روز گرفتار تنبیه و توبیخ میشوید، به خیال میکنید اون روز نحس بود. خب همون روز برای خیلی ها روز سعد بود، میلاد بود، جشن بود، نکاح بود، خیر دیدن، برکت دیدن، فیض نصیبشون شد. اینطور نیست که این روز ذاتاً نحس باشد یا ذاتاً سعد باشد. یه حادثه خوبی که در اون روز اتفاق افتاد باید از او بهره گرفت با مناسبت اون مظروف، مثل لیله قدر. یه حادثه جهانی که در یه روز اتفاق افتاد مثل روز عاشورا باید ازش پند گرفت، وگرنه خود این زمان ذاتاً نه نحس است نه سعد.